سلام، با یه اپیزود دیگه اومدیم خونه‌هاتون. آره حاضری؟ بریم. بپرس. به نظر چقدر احساسات و عقل روی تصمیم گیریامون تأثیر دارن، یا اینجوری بگم که کدومش بیشتر تأثیر داره؟ هر دوتاشون خیلی بیشتر تأثیر دارن. خب این باعث میشه که آدما تقسیم بندی بشن، آدمای احساساتی و آدمای منطقی. خب مثلا توی تصمیم گیری حالا این شکلی که میبینیم، خب اکثر آدما احساسی تصمیم میگیرن، یعنی نمیشینن که بذار ببینم اینو اینطوری تصمیم بگیرم چی پیش میاد، یا با عقلش بسنجه که آره. یعنی مثلا خیلی چیزا شده. ببین چند بار خودت احساسی تصمیم گرفتی، چند بار با منطق تصمیم گرفتی. نسبت به شرایط خب خیلی فرق میکنه. آره. اینکه بخوای در مورد چی تصمیم بگیری و چقدر تأثیر گذاره اون تصمیم روی زندگی آینده، حالا همه چی. ولی خب این یه واقعیته که آدما بیشتر از روی احساسات تصمیم میگیرن تا عقلانی، یعنی احساسات سنگین تره کفش. بعد ولی من تا اونجایی که حالا یادم میاد و سعی میکنم که بیشتر منطقی باشم تا اینکه احساساتی. ولی خب جایی بوده که واقعا احساسات غلبه کرده به منطقم. بعد یه دوراهیه این احساسات و عقل، یه دوراهیه که از هم جدا نشدنی‌اند، تا آخر عمرمون هم با همون هستش توی تمام مراحلمون. ولی خب باید کنترلش کنیم، اینکه کدومش خوبه و کدومش تأثیر مثبت داره. حالا به نظرت چند درصد احساسات روی تصمیم گیریامون تأثیر داره؟ همونطور که خودت هم گفتی نسبت به شرایط. خب ولی کلی نگاه کنیم، از آنجایی که تو جامعه عاطفی هستیم به طب احساسات خیلی پررنگتر از منطقه. با بیایم نگاه کنیم ببینیم که کدوم شکلی تصمیم گرفتن بهتره. به نظر خودت وقتی منطقی تصمیم میگیری توی تصمیماتت بهتره یا احساساتی؟ به نظر من موقعی که آدم منطقی تصمیم میگیره خیلی بهتره. شاید اون لحظه فکر کنه که مثلا اشتباهه، باید احساسی تصمیم بگیره و از دلش، مثلا اینکه بدونه که دلش راضیه که این کار رو انجام بده تا اینکه عقلش. ولی خب امکان داره که بعدا متوجه بشه که از اینکه با عقلش تصمیم گرفته واقعا کار درستی کرده و راضیه. گاهنم برعکسش هم پیش میاد. برعکسش پیش میاد ولی فکر میکنم خیلی کم پیش بیاد. به نظر من تو هر تصمیمی رو بگیری، چه احساسی چه عقلانی، اول آخرش یه پشیمونی داری. کاش من اینطوری تصمیم میگرفتم، کاش من حرف دلمو گوش میدادم. خب این همیشه هست. یعنی این شکلی بگم که پشیمونی هم جزئی از زندگیه. آره خب باعث میشه که تجربه به دست بیاری، باعث میشه که یه سری اشتباهاتو دیگه انجام ندی، حالا چه اون اشتباه رو از طریق تصمیم گیری از روی احساسات انجام داده باشی یا اینکه حالا مثلا عقلانی باشه. همه اینا آخر سر به یه چیز میرسن که واسه تجربه میشن. امکان داره که از نتیجه کار راضی باشی و بگی که چه خوب، چون عقلانی تصمیم گرفتم نتیجه اونی شد که میخواستم. حالا امکان داره احساسی تصمیم بگیریم و نتیجه باز با به میلمون باشه و بگیم که آها
چون با دلم این کارو کردم باعث شد که کارامم خوب پیش بره. به نظرت میشه کلاً تعادل رو بین احساسات و عقل برقرار کنیم؟ میشه، ولی بستگی داره که تو چه شرایطی باشی که بخوای برای چی تصمیم بگیری. مثلا تو شرایط عاطفی تو هیچ وقت نمیتونی به صورت منطقی تصمیم بگیری، یا توی شرایط خیلی منطقی نمیتونی خیلی احساساتی تصمیم بگیری. یه مثال میتونی در مورد این که مثلا شرایطش چجوری بوده، احساسی بوده، حالا عقلانی بوده بزنی که تصمیم گیری رو سخت کرده باشه؟ وقتی طرف تو یه رابطه عاطفی هست، خب به این بیشتر فکر نمیکنه. بذار من فکر کنم ببینم که مثلا من اگه منطقی پیش برم منفعت من تو این چیه. بیشتر احساساتی فکر میکنه، بیشتر با دلش تصمیم میگیره. خب تو اون شرایط بیای تو منطق و قاطیش کنی، یعنی 0 تا 100 همشو با منطق تصمیم بگیری، آخرش خوشایند نخواهد بود. یعنی میگی که کلا توی روابط حالا عاشقانه و دوستی و پارتنر و اینجور چیزا باید کلا احساسی تصمیم بگیری؟ نمیگم باید بلد بود که تو چه شرایطی با چه فکری دلی تصمیم گرفت. آره خب، ولی به نظر من حالا یه جوری باید تصمیم بگیریم که عقل بیشتر حکم بر ما باشه تا احساسات. فرقی نمیکنه تو کدوم شرایطی باشی، چون موقعی که احساساتی داریم تصمیم بگیریم یه چیزایی رو نمیبینیم، یه چیزایی رو کلن انگار جلو چشممون بسته میشه و باعث میشه که توی تصمیم گیریمونم دو دل باشیم، چون که همین احساسات همونطور که گفتم یه چیزایی رو از ما پنهون میکنه تا اینکه واقعیت ها رو به ما نشون بده و باعث میشه که از روی هیجان و ذوق و شوق و حالا عاطفه تصمیم بگیریم. ببین حالا یه مثال دیگه هم که بخوام بگم، خب فکر کن مثلا داری یه معامله میکنی، حالا ترید میکنی، یه چارتی باز کردی، خب بیای اونجا احساسی فکر کنی، باختی. مثلا تو این بحث هم میگن که طمع، عامل اصلی طمع احساساته، عقلانیت نیست. خب تو فکر کن یه چارتی باز کردی، $10، $1، $5، $20 اینطوری جمع کردی با زحمت، شده مثلا $1000. یهو مثلا دلت میگه این $1000 رو بذار توی این معامله، این اشتباهه. خب اون موقع ها باید منطقی فکر کنی. یعنی منظورت اینه که تو مسائل مالی و کاری و اینجور چیزا کلا باید منطقی فکر کنی؟ آره 100%. ولی یه چاشنی احساسات توی برخی موارد باید اضافه کنی. کلا زندگی بدون احساسات معنی نداره. خب اون که آره، ولی خب حالا بحث نوع تصمیم گیری ها هست. خب توی هر نقطه متفاوته. مثلا یه تاجر هیچ وقت با احساساتش تجارت نمیکنه. وقتی میشینه سر میز که معامله کنه احساساتو میذاره کنار. وقتی مثلا میری مهمونی، اونجا با منطق حرکت انجام بدی، با منطق فکر کنی، اون مهمونی زهرمار میشه. یه چیزای کاملا برعکسیه. مسئله ما اینه که نمیدونیم کجا چطور فکر کنیم تصمیم بگیریم. حالا در مورد رابطه هم صحبت کردی که
اینکه احساسات بیشتر باشه تا اینکه منطقت. شرایط مختلف متفاوته ها، یعنی همیشه ولی احساسی بری بد میشه. به نظر من حالا چون پارتنر گفتیم، روابط گفتیم، اینا رو گفتنی آدم فکر میکنه که باید با احساسات بره جلو. من نمیگم احساسات مهم نیست، برعکس چرا پایه و اساس همین روابط و احساسات آره همین روابط احساساته، چون اگه نباشه یعنی این که اصلا کلا طرف اهمیتی نداره، هیچ حسی بهش نداری، دوستش نداری، اینا جای خودشه. ولی خب یه سری کارام هستن که ولی خب یه سری خصوصیات هم هستن که توی روابط باید از روی عقل تصمیم بگیری. فرض مثال دارم میگم، طرف رو دوست داری، خب همه جوره با احساسات تو جور در میاد، ولی وقتی که به همه چی رسیدی و به اینکه حالا اخلاقش چجوریه، کارش چیه، بعد چجور خانواده‌ای داره، میبینی که یه جای کار میلنگه، اونی نیستش که تو میخواستی. حالا کارش خوب نیست یا نمیدونم از لحاظ خانوادگی با هم جور در نمیاین، آره از نظر فرهنگی با هم جور در نمیاین، یا سطح خانواده کلا با هم دیگه فرق میکنه. اینا رو واقعا باید از روی عقل تصمیم بگیریم که فردا پس فردا پشیمونی واسمون نیاره، چون پشیمونی که قابل جبران نیست. خب اون گفتم دیگه، اون یه قسمت هایی که باید منطقی فکر کنی. ولی الان متاسفانه آدم خیلی ها رو میبینه که کلن عقلانی در مورد اینجور مسائل تصمیم نمیگیرن و میگن که مهم نیست، خانواده مهم نیست، خودم مهمم، خودش مهمه، منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. دوست داشتن واقعا خیلی مهمه، ولی تا یه جایی مهمه. وقتی که خودت درک میکنی که این اشتباهه ولی باز داری تکرار میکنی و باز اون احساساتت بر تو غلبه میکنه که ادامه بدی، دیگه اون پشیمونی هیچ فایده ای نداره. وقتی که فشار زمانی داری، به نظرت بیشتر احساسی تصمیم میگیری یا عقلانی؟ فشار زمانی. به نظر من وقتی اون فشار زمانی پیش میاد که قبلا یه پیش زمینه‌ای داری نسبت به اون موضوع. خب نه حالا یه پیشنهادی اومده، کاری یا حالا تحصیلی، خب بیشتر عقلانی تصمیم میگیری یا اینکه احساسی تصمیم میگیری؟ اگه شخص منو بگی، خب یعنی درصد اون تصمیمی که من میگیرم بیشتر عقلانی خواهد بود تا احساسی. ولی متفاوته، شاید یکی نسبت به احساساتش اونو تصمیم بگیره. چرا؟ چون یهو پیش اومده. اونی که واسش پررنگ‌تره اونو انتخاب میکنه. حالا تصمیم نمیگیره که مثلا من اینو انتخاب کنم آیندم بهتره، ولی اومد اینو انتخاب کرد که چون مثلا یه حس گذرای مثبتی بهش داره، یعنی آینده رو نگاه نکرده، همین یهویی فلفور تصمیم گرفت. حالا یه دوستی داشتم، خب باباش این خاطره استخدام باباش خیلی جالب بود. خب تعریف میکرد که من حالا رفتم یه جای استخدام بشم توی بانک، یه چند تا پیشنهاد اومده واسم از بانک هایی که مثلا توی ایران هست که مثلا 5 تا بانک بهش پیشنهاد دادن. حالا این حرفم مال دهه 50 و 60 ها. خب بهش پیشنهادا که اومد، میگه که من پیشنهادا رو اینطوری جلوم چیدم، نوع بانک، اسم بانک واسم مهم نبود،
تصمیم من روی این بود که کدوم یکی واسم نزدیک تره. از نظر محیطی، از نظر مکانی اون بانک دیگه کدوم واسه خونم نزدیک تره. اون رو انتخاب کرد و رفت و استخدام اون بانک شد و حالا هم که از اون بانک بازنشسته شد. جالبه. ولی خب چون تعداد گزینه‌های حالا انتخابیش بیشتر بوده اینجوری تصمیم گرفته. آره اون حالا مد نظرش مثلا مسیره بود. آره. میتونست مثلا مد نظرش اینا باشه که کدوم حقوق بیشتری داره، کدوم مزایاش بیشتره، کدوم مثلا سطح بانکیش بهتره. یه سری همینجوری هم ازدواج میکنن. آره. مثلا من شنیدم یکی میگفتش که مثلا دوستش رفته خواستگاری، برگشته بهش گفتن چه خبر، چی شد فلان، هیچی دیگه، ازدواج کردن تموم شد. بله رو گفتن و همین. چی شد؟ همین یه جلسه ای رفتیم، بله رو گفتن تموم شد. خودت ندیده بودی، آشنا نبود. نه خب چه اشکالی داره، من میخواستم با یکی ازدواج کنم، رفتم اینم دیدم پسندیدم تموم شد. رفته از فروشگاه پفک بخره. آره واقعا مثل این که رفته یه لباسی بخره. حالا خریدن فعل مناسبی نیست اون شکلی ولی آره واقعا مثل این که رفته یه چیزی بخره و تموم شه. من رفته بودم با یکی ازدواج کنم، حالا این بود تموم شد. اصلا گرفت. مثلا انگار هیچی واسش مهم نبوده، اینکه اخلاقش چجوریه، اینکه مثلا با من جور در میاد، آیا زندگی مشترکی که میخوایم بسازیم دیدگاهمون یکیه نسبت به زندگی مشترک، چی دوست داریم چی دوست نداریم، کجا میخوایم زندگی کنیم، چجوری میخوایم زندگیمون رو بگذرونیم. اصلا انگار اینا مهم نبوده و کاملا سطحی تصمیم میگیرن. به نظرت اینجور انتخابا خوبن یا نه؟ بستگی به خود طرف داره. شاید یه روز پشیمون بشه، شاید انتخابی هم که کرده مثل چیز دیگه تخم مرغ شانسیه. شاید اون انتخاب واسش خوب در بیاد. گاهی وقتا اینجوری میشه واقعا، چون زیاد بهش فکر نمیکنه. راحت تصمیم میگیره و حالا خوبم پیش میره. ولی گاهی وقتا خیلی برعکس میشه. کسایی هم هستن که خیلی حالا روی تصمیماتشون فکر میکنن. حالا در مورد چون ازدواج صحبت کردیم میگم مثلا این ورش میکنه، مامانش چجوریه، باباش چجوریه، چند تا خواهر برادرن، اینا واسش مهمه، خونهشون کجاست، خودش چجوری. حالا برعکس اونی که گفتم همه چی رو زیر ذره بین اون که زیر ذره بین گذاشته خب خیلی توجه میکنه، ال باشه بل باشه، فیلترهای متعدد گذاشته، اون به نظر من به نتیجه نمیرسه هیچ وقت. آره منم، چون میدونی خیلی دیگه سختگیری میکنه و یه چیزی هم هستش که نسبت به طرف و سنش فرق میکنه. امکان داره اونی که حالا سنش نسبت به بقیه یکم بالاتره، چون یه سری چیزا رو دیده و چشم و دلش باز شده، سختگیر شده. آره توقعاتش هم میره بالا. انگار مثلا میخواد که اینجور چیزا حتما باشه و این باعث میشه که سختگیری کنه. حالا ما این همه در مورد تصمیم گیری از روی عقل و احساسات صحبت کردیم. به نظر من هیچ تصمیمی کاملا احساسی و هیچ تصمیمی کاملا عقلانی نیست. عقل به ما مسیر رو نشون میده و احساسات به ما شور و نشاط و انگیزه ادامه دادن اون مسیر رو میدن. پس چه بهتر که توی هر تصمیمی که میخوایم بگیریم از دوتاشم آره به صورت حالا مساوی یا به صورت یکم بالا پایین
ازشون استفاده کنیم و اینکه سعی کنیم درست استفاده کنیم. مهم اینه به نظر من. خب حالا دوباره به یکی از اپیزودها پایان دادیم. به پایان رسیدیم دفتر ما. حکایت بازی ما همچنان ادامه دارد.